بازم سلام و دوباره داریم خدمت شما بینندای عزیز. خیلی ما از شما معذرت میخواییم چون از امیدم که قطع کردیم و طالب مصروف همین باید میگیم قوی تر باشه. معذرت ما رو بپذیریم. اونا از ما نی هوا برنکیه فکر کنون کمک که وقتینا و پیسا به چیز میفهیم که کار مخابراتی دیگه مشکل میخوره. بازم به خدمت شما هستیم دوستای نازنین. دوستا ما میتونیم به شماره زیرنویس صدا بگذاریم، پیام بدیم. ما انشاءالله به خدمت شما هستیم، هر نظر و پیشنهادی که داشته باشید. شما برال مانیم. تشکر از لطف شما. تشکر از اینکه ما تحمل میکنیم، برنامه اینا چیز ما نگاه میکنیم. تشکر از شما. جان تو ببینیم دار اختلاف کنیم دیگه مالا No, pues con de mañana. زیدان یک چهاربیتی بخونه شما هم چهاربیتی ¿Qué? یک چهاربیتی بخونه خود زیدان. نه که بریم داخل استناش من رو الان را دیدم باش میکنم. من یاد دارم. یاد ندارم. بینندای نازنین، سید احمد جان برای شما یک راه می‌چرد بیتی می‌کند اگر آگه کم و کسی بود بالاخره مثلا انسان کوئی بلند نیاز کنیم. آی گل بیت و جمال من تو باشی، بساط عقل و کمال من تو باشی. آنها که فردای قیامت روز باشد، در رضوی اعمال من تو باشی. بکن اینومر بگرد نشدید. چرا پست کنیم یا دیشب تاره گوشنه سید احمد رو گرم زد بخون به شما به سر نه به سر حق رو که برابر رو من دیم رو این شیر خود نده گوش کنید سلام رسول الله شما شب شما برای ما بخیر. قربان و محبت شما. تشکر که ما دنبال میکنیم. یا خواهش هم از شما داریم دیگه. میفهمیم خواهش ما چیه. کانال ایرادبرگ از خود شما نه. فقط تنها ما نگذاریم. ما به حمایت شما نیاز داریم. فقط حمایت شما همینه که ما دنبال کنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم. همون زنگولگه که به گردن شطور بچه همه خالی خصوص بابو من عملم زنگولگه کردم فشار بدیم که ما کمکی زور و قوت بگیریم بتونیم بیشتر برنامه برای شما اجرا کنیم. از فردا شب انشاءالله چلچلن به خدمت شما میرسه. فکر کنم که اگر یکی پتمه بلکن که یکی دیگه هم یک تنظر پیدا کردیم که انشاءالله بودم میاره که 2 نفر باشه به خیر خوشی. برنامه جالبتر دیدینی و شما انشاءالله می روزان برفم شاید ما صبح دعوت کردم به کروخ، شاید به کروخ هم بریم بخاطر که به کروخ برف آمد. انشاءالله باز از اون امکانم برنامه به شما نمایشنامه برفی تا انتظار داریم. شما چون 16-17 سال پیش ما کار کردیم این بار انشاءالله دوباره به تصویر میکشیم که شما لذت بیشتر ببرید. برف هرات خود هرات هیچ چی پیدا نمیشه به دیگه تمام دنیا. تشکر از شما. قلب میدیم ما. تشکر از شما.
از غمت ای نازنین عزم سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم تا نخورد دیگری باز فریبی تو را در همه جا از غمت غلغل سر می کنم از غمت ای نازنین از می سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم. یه آهنگی از مرحوم احمدزایی خدمت شما تقدیم شد. دوستان خواهش کردم پیام دادم ما نمیبینیم شما عملی سایبرین تو با دوستان ناراحت نشن. خداوند شما عزت بده، خداوند به شما عمر طولانی بده، 1000 سال. ما دلتن تصویر بدونیم خوش داریم که آقای محمد حسین که بابا ما دوستان را بدم با ما بگم که ما طریق مستقیم برای اینا سوال جواب بگیم خوش میشیم. معذرتمون بپذیریم بینندای نازنین، خطا خرابه اگر تماس نمیتونیم جواب بدیم ما را عفو کنیم، صدا بازم بگذاریم به واتساپ ما خدمت شما هستیم انشاءالله. یک آهنگم به خاطر که شما خسته نشیم از استاد احمد ولی به خدمت شما تقدیم میکنم. کسایی که علاقه‌مند احمد ولی آهنگ بشنویم لذت ببریم. میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام، میدانی چشمان تو مانند چیست جام جام، میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام، هیچ میدانی لبانی داغی تو مانند چیست، هیچ میدانی لبانی داغی تو مانند چیست، یاسمن نسترن لاله دشت و دمن، یاسمن نسترن لاله دشت و دمن، میدانی زلفان تو مانند چیست دام دام، میدانی چشمان تو مانند چیست جام جام، میدانی چشمان تو مانند چیست جام جام. خب فرمایش دادم، خواهش کردم، سلام رای کردم دوستان. سلام رای کردم گفتن که چرا جواب نمیدید؟ جیگرم و برارم من دیدیم که ما برنامه یک دفعه قطع کردیم به خاطر از اینکه اینترنت خرابه، تلفنات که رخ میشه صدا از شما نمیآیه از ما نمیآیه، معذرت میخوایم از شما. عبدالرسول که ما نداریم. بازم تشکر از شما. بینندای نازنین، هر
نظریات و پیشنهاداتی که داریم ما به خدمت شما هستیم. مثل از این سفره غریبانه جا شما بسیار خالی، جا شما سبز. در جان بلبلان ما از هر کشوری که تماس گرفتیم تشکر از شما. بیشتر هم گفتم وقتی ما تماس میگیریم تلفن وصل میکنیم صدای ما از شما خراب میشه، مجبوریم بدون از تماس خود شما صحبت کنیم، پیام بدیم، صدا رای کنیم، به خدمت شما هستیم. برنامه لایف امشب در خدمت شما از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین بله سلام. سلام از ما برای گل مساعد شما خوبه؟ قربان شما برای جان شما جور فامیل محترم خوبم. شما زنده چرا؟ اسم دوستامو برادر منم سید احمد جان، فریدین جان عباس جان بچه خاله ما برار ما فریدین جان سید احمد جان برار دینی ما همین هم خدمت شما سلام دارم. تشکر از لطف شما. زنده باشین برادر، زنده باشین. بسیار خوب، بسیار خوب. نظر لطف شما. تشکر از شما. به خود نزدیک هم هستیم، من ببینیم سر پول مالون زندگی انشالله میرسیم خدمت شما. جان بفرمایید برای شما و نوکر شما نه. چشم خوبه. چشم قربان شما. سلام هم برسونیم میمونا خودم. قربان شما. دوست ما از آلمان خیلی دیگه نام شریف خود نگفتن، خیلی بازم برای منم میمون دارم و بالاخره به سر از این سفره بازم جا از اینا خالی. آهنگ خواهش کردم میخونم دیگه بالاخره اگه کم کسی بود انا ما رفت کنیم. آهنگ شاده بکنیم. خوبه چشم. از بس که تو آزردی دلم را جگرم کی مشی من مطرن نای نای تتر نای 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 تا تو نباشی دل رضا نمیشه. هزار پیرزار داره این شهر یکی مثل بیبی من نمیشه. سر بام آمدی گفتی و میله نمیریم مطرم نای نای تتر نای 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 ما رمی پیار ما بمیل نردش مطرم نای نای تتر نای 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 تا تو نباشی دل بیبی ملزا نمیشه. هزار بیبی داره این شهر
یکی مثل کوکو نمیشه. دوستان معذرت کنم آنور میگن کم کم بکنیم بخاطر که وقت بیننده نگیره. یک اکسا بکنیم که چند تا آمدان میگم با خود خیلی خوب میشه. آبی های مارشای ما شما بدید. ما برای جو تشکر از شما برادر که هستیم، نور چشم مانیم. خداوند شما را عزت بده. در کنار فامیل محترم همیشه با لباس عافیت باشیم و تن داشته باشیم. دیگر ما میفهمیم که اوضاع افغانستان کمک کشمشیه. یک و یک 10,000 که ما معاش داریم، مثلا میگم انا همین نون خشک و پولی 4 کیلو مالتی و میوه و سیب بالاخره اینا نمیشه. انا باز هم هستم چند نفر ما امشب میام 2 نفر 3 نفر کلام 40 هم از صبح خدمت شما میآید دیگه. 2 نفر هم همکارا دیگه ما هم اونام که هستم حتما انشالله او ویدیوهای بعدی دیگه انشالله کمک باز شلوغ‌تر میشه دیگه. میفهمید اینجا اقتصاد کم ضعیف‌تر مسلمانا گزاره خود میکنم و می 7,000 که معاش داریم بالاخره می تلفن سید احمد جان در 12 نفر مسلمان تقریبا 7,000 معاش اینه گزاره زندگی خود میکنه. هر روز هم باید به دفتر باشیم ثبت کنیم. بازم چشم برای هر دو دیده هر نظر اگه شما به ما میگیم از اینجا بیایم با آلمان پیاده میاییم با خدمت شما. خوراک میمونه. خب در دوست این چطور حتما بیاریم. سبا بخیر. خوب این چله باز بیننده های عزیز خوب چی بگم قدرت الله پاکه این که با شما بگم خوب کیسی شما جا میشه. آها دیگه وقتی که متراج کردم تقریبا 35 سال شد. چند سال عمرنه؟ 34 سال. هر سال هر سندی یک ساله. درسته؟ کار خدای پاک ما نمیکنه. من توبه دارم. کار الله پاک ما نمیکنه. چیزی که بخاطر شما که میگیم کمک ما و شما هم انسانیم فرق نمیکنه. به خاطر که کمک برنامه جالب تر ان شاء الله فردا به خیر خوشی میآید. خب نه اینجا شما به دوستان میگن فردا میاد فردا تو برنامه پخش نمیکنه دیگه اینا انتظار میکشن. میاد نه میاد. من دارم برنامه چلچله از هفته نو پخش چون ما برنامه داریم. برنامه از صبح به خیر میایم ان شاء الله چلچله. انا خود دوست دیگه ما رو باز 3-4-5 روز بعد امکان داره میتونم ان شاء الله به می هفته تا به شب شما پخش میشه به خیر خوشی. تا لایف هفته آینده ان شاء الله چلچله هم هست. بابا شرطی که باز نظر نکنی که باز ببین خدای نکرده خودتر شد. خودتر شد. خب ولی من متعبی شما سعید کنی هم جوابات بگیره که بیننده هم منتظرم. فقط دوست ما کنیشیم که مثلا دیگر بکنید شما خودش و غلام شما. تشکر قربان شما. بسر بینندای عزیز شما از ما گله نکنیم. بسر سفره ما چای نیه. به چی خاطره؟ به خاطر از اینکه بودم می سید احمد جان گفتم دری به کوی بدین که برم دشمله بخرم در دهنم بند باشه اگه دری بداده باشه که دشلما روز کنیم. خوب سعی کنیم به زیر غم هم گزاره میشه پیار ما هستن به زیر غم هم زندگی میشه. ببینید آی عزیز همی حلقه را 50 سال 40 سال پیش می آدم از بیش نکردم تاری دشملا رو بخش میکنم. عنعنات قدیمه و عنعنات قدیمه نه شکم گوشنه باشه. دیگه آدم همینجور بخودم نبوه نمیده. همه کار شما اصل میله شما که نفت دستید که برم من همیشه میتونه دیگه. میتونه دیگه. چی کاش بدن تشکر تشکر از شما برادرم. تشکر از لطف شما. آلمان آخه کاش که نبیدیم. گردن من باشه با آلمان برون خوب
تا 100 سال نه. یار مرا میگم اگر سلت کنم بیرو کنم که بیام. یعنی تو رسالت هم بکنم میشه بکنم نمیشه. این شخصایی که به خارج هم انتظار عزیز دارن که ما حداقل خاک ایران یک دفعه ببینیم. شما انتظار میبینیم انشالله میبینیم انشالله بخیر. خب بگو دوستان خواهشی دارم میگیم. سلام بسیار با هم سلام داشت. دوستای نازنین میتونیم شما اگر دوست داریم سوژی چیزی تر چیزی داریم فقط برای یک کاغذ بنویسیم خیلی کوتاه با می واتساپ روان کنیم ما به خدمت شما رو به تصویر میکشیم. تشکر از برادر ما که قلب رای کردم. تشکر از شما. خداوند شما رو عزت بده. شما قوت میبخشیم به قلب ما. خداوند قوت به قلب شما بده. خدای پاک شما رو همیشه موفق داشته باشه. امشو کمی سرد است. بینندای عزیز میبینید که کمپل بیرون شده نمیشه. از اون که اینجا هوای ایران کم امشو سرده. درست نبود. راست میگیم برادر. از شما معذرت میخوایم به خاطری که تماس میگیریم قطع میشه. تماس ما و شما وصل میشه منتها نمیشنیم صدا هم بگرد خود. از شما معذرت میخوایم. اگه خواهشی داریم فرمایشی داریم میتونیم به پیام بدیم. من به خدمت شما هستم. سرما نمیشه برادر. واتساپ داریم برادر. ایمان داریم. واتساپ هم هست. ایمان هم هست. من نمیفهم که من بجنیه همین تلفن بزن میگم بله الو بله بابا من چی زنگ میزنه بیبی میگه با من گور بیار یا تمبرکو. من با واتساپ میفهم یا به ایمو یا به تلگرام. سلام از طرف ما به شما برادرایی که سلام روان کردیم. از هر جا از هر کشوری که هستیم افغان که هستیم به هر کشوری که فعلا زندگی میکنیم. من شاهد نیم برای مگر نه من آقا نیم. یک شیر میگم با کاکا خود سید احمد دیگه شیر ساخت خود منم منطقه دیگه کمکشی بید مرافع کنیم چون شاعر میومد سواد ندارم یک وقتی خدا نکرده. تو را سیگریت بلب بینم کفن بگردن کسی به کسی کاری نباشه چرخور بیا پول نبکن منارا رو بکنیم شعلی بکاریم میانی شعلی ها میگل رجاله. تشکر. بر چمن که رسیدی گولی بکی و بجی بمونجی نشی که کاکام شما سلت میکنه. تشکر. خداوند شما 1000 سال عمر بده برارم. تشکر ازم لطف شما. اگر خوشحال میشیم که شما فقط یک دو نقطه دیگر اضافه کنیم نام مبارک خودن که بگیم که ما نام شما رو با پس از اینجا به شما روان کنیم خیلی خوش میشیم.
من تازه رسیدیم بازم. به به باش مردم. به سفر خوش داشته باشیم لالای من که نو به آلمان رسیدیم. خداوند شما نمون 1000 سال موفق داشته باشه. مثل ما با یک بار صدا کنی عباس. عباس بله مرد بلی به تو نگفتن در تو بگو با کجا میدی تو برو مشکوار بگرد واقعی بابا چی مجبوره؟ آخی سال با چه کار چه گریه میکنی؟ بابا سالم 12 و شما بزنی که برو درس بخون من بزنی که برو میخوام دوار بدم میخوام دوار نمیگردم تو چه بار شده که بری بگردی؟ درساخ میخونه آخه درس میخونه سوار از مگر من شور خود بفروشه چه شروع خود بپوشه؟ ما میبینی که شروع خود بپروشیم و دیگه کار میکنم. بابا خود شما مزی بگیم خود تو چه کار میکنی که به عباس میگی بزنی کی گو خوش گریدی وظیفینه و میفهمه چیزی دیگه گردن ما بلو چرا نمیگردی؟ چرا شده تو؟ ما به ترک کنید که ما یک کورتی نمیخریم تو کلوکی هم میخواه خطا نشو اون کورتی ها که به پینجری به شما بخریم اونا به درد عمه ما از میخوره نداره چند میخورم؟ 500 یک هزار چنده؟ عمله که دونی صدقه صدقه یا دوینا بسونم خوبه از این کلوکی سیر بگی تا جاده میرم یک رو تو میسونم بابا این کورتی خود شما به چند دست کنیم بسی هم یکی بست کنیم و یک هم دستی بست کنیم میسونه دوینا میسونم باید که خریدیم چه در سیری که میسونم تشکر از شما دوستا خاطر که ساعت شما تیر شه تشکر که من تا این لحظه تحمل کردیم دوستایی که لایک دادیم قلب رای که میبینم قوت بخشیدیم به قلب ما خداوند شما عزت بده در کنار فامیل و اگه فرزند داریم مادر داریم پدر داریم خداوند شما رو حفظ کنه خداوند شما رو عزت و آبرو بسیاری بده با قربانی سر و پای تو میشم پدر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلبی زیبای تو میشم پدر من دوستای نازنین یک خواهش برادری هم کسایی که ما لایف میبینیم حدودا 14-15 برج میشه پیرک ما مریضن به دعای شما نیاز داریم که شما دعا کنید که خدای پاک اونا شفای بده تشکری میکنیم از شما خدای پاک مریضای هر دوستی که مریض دارم هر کس که هست خدای پاک مریضا از اونا را جمعی هر اسلام خدای پاک شفای بده زنده باشیم سلامت باشیم اگه پدرک شما معیاد دارم سلام مال برسونیم اگه حیات ندارم خداوند بیامرزه تشکر زنده باشیم تشکر از شما آمین خیر ببینیم تشکر با خدا دنی ارو مجبوری ما اینجا فعلا شیشته خود شما لایف صحبت میکنیم اگر نه شما به جامعه باشیم فکر نکنم دیگه دم پروا بکنیم به خاطر از اینکه ما پدر و مادر یک چیز کمیافتی میوه کمیافتیه پیرک من 1 سال خوردی میشه رنج میبرم
خدای پاک اونا شفای بده. پس میگیم ساعت شما دوستا تیر بشه، شما ناراحت نباشیم از اینکه اونجا مسافریم. خواست به می واسطه. صدای من نوشتم که خدا شفای عاجل میتونه بکنه و گفتن که وجود پدر و مادر یک بطر هست. بله بله، تشکر از شما برادرم، تشکر از شما. خداوند شما رو کم نکنه. 100% شما پدریم. اگه پدرم نیم خداوند شما رو زود پدر کنه که بفهمید که اولاد پدر مادر خیلی ارزش دارم. احترام زیاد بگیریم. از دوستایی که پدر مادر داریم و پدر مادر احترام زیاد بگیریم تا وقتی که زنده هم باید ما خاک پای نباشیم. مشتری هم گفته که واقعا زحمتاش مقابله هست. قربان شما، تشکر از لطف شما برادرم. شما زحمت میکشین که برنامه ما نگاه میکنیم. تشکر از شما. خیر ببینیم برادر گلمه. اگه نام خورد بیشتر هم بگفتم بگیم بیتره که ما بیشتر به شما آشنا بشیم. مشتری هم نوشتم که تشکر از همه شما ما مسافریم. اگر به منجی موندنیم خداوند شما را 1000 سال عمر بده. اگر آمادنیم به خیر و خیریت پس برگردیم به افغانستان زیبا. من که واقعیت به می سند خود رسیدم تا به می مدت ایتا به خدا معلومه، به بنده خدا معلومه که من رزی نیم که به پای یک انسان یک خاری بخره. آقا میتر من هدف من شخص میتازم تا قلب میتر میگم دوست دارم که هر هموطنی که به یک راه میره یک کار میکنم همیشه با موفقیت همیشه خوش باشم. تشکر از لطف شما. خیر ببینیم. قربان شما. محبت داریم شما. اون دیگاه چند بجه؟ شاید تهران یا ساعت 9 بجه. اینجا 12 بجه. اگر تا به گل صبح ما به خدمت شما اینجا باشیم بیننده‌های عزیز، باز صبح به خاطر شما پس میگردیم برای برنامه. انشالله تا شما خوش باشید. بخیر باشیم، بخیر بمونیم، بخیر خیریت. تشکر. یار بشیم. تشکر از شما. خیر بینیم. لوجان روانی. بسیار خوب. روانی صاحب اینجا 12 بجه درسته؟ 12 و 6 دقیقه دیگه. بخیر باشه اینجا هر جا هستیم خوش باشید. تشکر از شما. به شرط یک خواهش برادری دارم که همون میوه‌ای که فعلا اینجا گذاشته ولی نداری اینا جوان گذاشته پیش از اینا هست ور نداره که با یک دم سیکل از چین گردی و گوری خلاص شده.
که اینا با ما دست تاخیر کردن و من باشه دونه دونه بخش میکنیم. این دیوار یک تعریف ما بیننده نمیکنه. سه به اینا از این جیره که نه سه با ایرانی مالتا ایرانی بالاخره کیویا مخیالم از ایران کنی همه شده. نه از ایرانه. دیگه همی تا دل ما مخ میکنه من خلی عجیب میوه. نمیدونم. باشه عجیب بوده نمیدونم. های اولا با ما رو برای گیر زدیم. جا شما بسیار خالی یک کنه خواهی بگیم. جا شما دیگه خواهد داریم. بعد پیده شما بخوره ببره ما هم بخوره. اینا برای رو مگه پلاستیکی بودی همیسا خوشباخت 2000 روپیه قیمتی بود همه با هم اینا 40 روپیه شده. نوش جان شما جا شما بسیار خالی بیننده عزیز بفرماییم از اینا نوش جان کنید. باشه من عکسی ببردارم که نگم سه پلاستیکیه. خب بگیریفتیم دیگه جا شما خیلی زنده باشه تشکر. نوش جان شما من میفهم که با خارج که بخوری تنه امکان نداره که میوه نباشه. این دوگه که فراونه بوشی پینجه ایتا میدم. امینار من دفتر دفتری میکنم. حالا بگیم ما چیز نوشته بدم. تشکر. سلام از ما تشکری هم از ما. دوستای نازنین میتونیم یک سوژی چیزی هم با ما روان کنیم از این که چون اونجا بسیار سوژه ها خوبیه که ما با شما به تصویر کشیم و با شما لذت بیشتر ببریم. در آهنگ به خدمت بیننده تقدیم کنم میشته به خاطری که دیگ نشم. صحیحه؟ یک آهنگی اگر ما بیننده هم استاد محترم شمس الدین مسرور هنرمند موفق افغانستان خصوصا که از ولایت هرات هم از چارکفترخون سیاوشون اگر ما بینندم من بسیار علاقمند از اینایم و آهنگایی هم که یک وقت من میخوندم از استاد زیاد میخوندم یک آهنگی برای اینا تقدیم میکنم کسایی که علاقمند استاد شمس الدین مسرورم اونا هم بشنوم لذت ببرم. تا بسد نازو ادا روی موی خورشان نکدی مر دیوانه کدی تا بسد نازو ادا موی خودشان کدی مر دیوانه کدی ای سلسله برگی درختان گلکی آزرد شده جوری تو جانم دلکی پرواز کنم روم به ملکی دیگره پرواز کنم روم به ملکی دیگری پیوسته شده به یک مسلمان دلکی گپ دراز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشوه ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 آمدم پشتی در چراغ کش می سوزه عرقشین می دوزه آمدم پشتی در چراغ کش می سوزه عرقشین می دوزه آنقدر در زدم در برویم وانکدی
من دیوانه کدی آنقدر در زدم در بروی ما نکدی من دیوانه کدی تا بسد نازو اداموی خودشان نکدی من دیوانه کدی میخواستم ای جان کی تو جانم باشی مهتاب شوی در آسمانم باشی در باقی امیدم تو چو گل خنده کنی غمخوارم و یاری میگبانم باشی گپ دراز نکو ای همه ناز نکو وا 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 اشوه ساز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشوه ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 یه هم تقدیم به تمام علاقمنده و دوستا ما و همکارا و بالاخره بیننده دوستان خوش کردم که یک بار عباس صدا کنید عباس شروع کنید. عباس بله مرد بله به تو نگفتم بگو دوباره بگو. تو عقل کمال که یاد میگیری عباس بله نمیفهمه خب تشکر از شما تشکر زنده باشین خیر ببینیم نمیدونی خونه رو در کشی داره تصویر ریچی داره خب دوستا بگم پیام دارم تا شما پیام بکنه صبح میشه نه چیز خاصی نداشتم. هر خواهش و فرمایشی داریم دوستان نظر و پیشنهاد داریم برای خود شما نعیم جانو به خدمت شما خود همکارا هستیم انشاءالله تا وقت زنده بدیم همیشه کرسی های شما گرم باشه با کنار فامیل محترم باشیم نه نوشته خمار عباس پیدا کرد. چی؟ نوشته خمار عباس پیدا کرد. در باید نوشته سلام شما کنه. سلام از ما بالا رمد ما این با دوستا خود رفیجی میتونیم وقت زیاد نگیم بینندای ناظرین با خاطر ازی که ما حقیقت رستی فردا امکان دارد به ولسوالی کرخ رفتنی باشیم چون دعوت شدیم انا ساعت هم نزدیکی 1 بجه شب اینجای انا از صبح ما حقیقت رستی خسته بدیم برنامه ایشا میکردیم ثبت میکردیم فردا مجبوریم هفته صبح خیر اگه زندگی باشه بلند شیم باز برنامه اجرا کنیم و به شما لذت ببریم اگر دیگه دلازار نمیشیم با شما به این لحظه به این مکان با خداحافظی میکنیم تا هفته بعد که انشاءالله باز برنامه لایف که بلکم چلچلم به کنار ما باشه و دوست داریم ما شما به خدای پاک میسپاریم ما هفته یک شب یعنی شب ما برنامه لایف داریم از کانال ایرادبرگ دوستای نازنین کانال ایرادبرگ از خود شما هست میتونین سابسکرایب کنیم دوستا شیر کنیم که ما به حمایت شما نیاز داریم ما را حمایت کنیم تشکری میکنیم از شما کسایی که صدا رای کردین کسایی که تماس گرفتین کسایی که قلب رای کردین کسایی که پیام دادیم ما پیام رای میکنیم خداوند شما رو کم نکنه
تا به هفته بعد شما به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما.